دخترم سوالای تاریخی قبلا واری از ما پرسان نمیکنه. یک وقت بود کوچکترین سوال میداشت میامد پیش مادر خود، بابا برنج چی رقم پخته کنم، بابا یوزارسیف در کجا به دنیا آمد، زلیخا کی عاشق یوزارسیف، حالا هیچ از من سوال پرسان نمیکنه. خدا قلب کرده دو خانه. ChatGPT بر سالگیری مادرم چی بخرم؟ میشه به من نظر بدی لطفا؟ ChatGPT کیست که 24 ساعت ChatGPT به ما پرسان میکنی کدام لنده پیدا نکرده باشی؟ این من خودم هستم میگم بر بابا اطلاع بخر. ChatGPT برای پیام میدی که بر بابا چی بخرم؟ کی است رقم مهم است بره. ChatGPT مادرم به سر ما چیغ میزنه میگه چرا که ChatGPT گپ میزنه چی بگمش؟ بعد پدرت نالت که ChatGPT هر چیز خانه ما با ChatGPT تو قصه کرده میری کی هستی پدر نالت سگ؟ بعد پدر از این حالت تو باشه که ChatGPT رو پیدا کنه بر دو پاره میکنه مشیانه که کدام دوست موس لنده منده به نام این نامشم خارجی است، نامشم دیگه رقم است، نامشم نام انسان باری نیست. ChatGPT مادر جان آدم نیست. ChatGPT هوش مصنوعی است. هر سوالی تو ازش پرسان میکنی باز برای جواب میده. مثل تو وری سرما چیغ نمیزنه که آل که یک سوال داره میرم ChatGPT پرسان میکنه چی کنم از تو پرسان کنم که چبلق از پشتم بدوی.